سرخط خبرهای مهم. حبس راننده اتوبوسی که در سنت پتربورگ به دریا سرازیر شد. شکایت از سرباز شکار کم شده است. افزایش اختیاریان یا ترس والدان. ما موقع خدمانه داریم، یعنی که حزب آزادی. رئیس نوی حزب دموکرات تاجیکستان گفت ما دیگر کیسگی نیستیم. و وزیر دفاع روسیه برکنار شد. سلام بیننده های عزیز، آغاز هفته نو است. به برنامه نوی دیوام نودی خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 می. دادگاه سنت پتربورگ رحمتشاه قربانوف راننده اتوبوسی را که روز 10 می به دریای مویکا سرازیر شده بود و سبب مرگ 7 نفر گشت به حبس پیشکی گرفت. رحمتشاه قربانوف 44 ساله زاده تاجیکستان و شهروند روسیه تا 9 ایول در بازداشت باقی میماند. او در دادگاه گناه خود را در راندن اتوبوس با ترمز ویران اقرار کرده است که به گفته او باعث صدمه شده است. او به نزدیکان قربانیان اظهار تسلیت کرده از آنها عذر خواسته است. اتوبوس تحت اداره قربانوف به جمعیت تاکسی تعلق داشت و مسئولان این شرکت گفتند اتوبوس پیش از برآمدن به خط سیر در حالت خوب قرار داشت و راننده هم از معاینه طبی گذشته بود. در همین حال همسر قربانوف به شبکه تلویزیونی 78 گفت شوهرش قریب 24 ساعت کار کرده تنها 5 ساعت خوابیده بود. نسبت جمعیت تاکسی نیز از روی ماده پیشنهادی خدمت رسانی که به طلبات بی‌خطری جوابگو نیستند پرونده جنایی باز شده است. ضمناً دیروز 12 می پس از بازداشت این راننده کمیته تفتیشات اعلام کرد که علیه او برای ثبت نام قلبکی شهروندان خارجی پرونده جنایی دیگر باز کرده است. به گفته این نهاد قربانوف بر عوض مبلغ در منزل اقامتیش نه کمتر از 10 شهروند خارجی را به طور سوخته ثبت نام کرده است. در رابطه با پرونده نو از جانب خود قربانوف و نمایندگان او هیچ شرحی هنوز پخش نشده است. دفتر آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان خبر داد که مراجعت و شکایت مردم از جلب اجباری جوانان به ارتش تاجیکستان در دعوت امسال بهاری کم شده است. دلربا سمد و مدیر دفتر آزادی‌های شهروندی به رادیو آزادی گفت در موسم امسال بهاری درباره رفتار نامناسب مقامات یا جلب اجباری جوانان به ارتش قریب 30% کم عرض شکایت گرفتند. مصاحبه ما یک سبب کم شدن عرض شکایت ها را به بهتر شدن معرکه فهماندهی و افزایش صف خواهشمندان ربط داد که تنها پس از خدمت یک ساله سربازی برای کار در اداره های نظامی و حفظ حقوق راه خواهند یافت. با وجود کاهش ثبت شکایت ها در دفتر آزادی‌های شهروندی گفتند موردهای جلب اجباری جوانان به ارتش ادامه دارد. حالتهای از کوچه بردن جوانان هست. تلفن‌هایشان را میگیرند، مکاتبه ها را میخوانند، به والدان آنهایی که در روسیه هستند فشار میارند. همین چیزها هست ولی کمتر. شرح داد دلربا سمدوه. عکس‌العمل‌ها از سرباز شکار در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی بارها پهن شده است. در موسم امسال بهاری هم بعضی نگرانی‌ها صدا می‌دهند. در همین حال وزارت مدافع تاجیکستان در اعلامیه رسمی گفته است در دوام یک ماه دعوت بهاری زیاد از 70% نقشه را اجرا کرد. با تماس‌های به تکراری ما در این نهاد پاسخ ندادند. در تاجیکستان هر بهار و تیر ماه دوام 4 ماه جوانانی از 18 تا 27 ساله را به ارتش میبرند. سالهاست که موسم دعوت با جلب اجباری یا بلاوه سری زبان ها می شود. انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکراتی تاجیکستان کار خود را با انتقاد از فعالیت‌های اخیر رئیس اکنون سابق این حزب سید جعفر عثمانزاده آغاز کرد. وکیلان انجمن فعالیت عثمانزاده را غیر قناعت بخش خوانده او را از رئیسی برکنار کردند. خود عثمانزاده در این انجمن شرکت نداشت. همکاران ما ارشاد سلیمانی و امیر اسایف در این انجمن بودند و این گزارش را تهیه کردند. باعث تأسف است که در فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان در چند سال اخیر دیگر باره مرحله سستی و عقب ماندگی پیش رو آمد. عملاً این ضعف و عقب ماندگی با فعالیت به واسطه رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناب سید جعفر عثمانزاده تعلق می‌گیرد. انجمن در مهمانخانه کنگورت دوشنبه با حضور نماینده‌های برخی سفارت‌های مقیم تاجیکستان، سردبیران رسانه‌های دولتی و خبرنگاران برگزار گردید. وکیلان انجمن فعالیت عثمانزاده را غیر قناعت‌بخش خوانده او را از رئیسی برکنار کردند.
شهباز ابرار 34 ساله که تا این زمان ریاست حزب را در شهر دوشنبه به دوش داشت، با 64 رأی 96 وکیل این انجمن رئیس نو انتخاب شد. سید جعفر عثمان زاده رئیس اکنون سابق و وکیل این حزب در پارلمان در نخستین واکنشش به این تصمیم گفت که این کار آنها هم از جهت آیین‌نامه‌ای و هم اخلاقی و معنوی نادرست بود و این را قبول ندارد. میگوید منتظر موقع رئیس جمهوری تاجیکستان میماند. با دادگاه چیزی اگر وقتی که اگر دولت و حکومت اگر قبول داشته باشه، ببینیم که ساختار قانونی از قدرتی هستن، از معلومات تولید دارن، سواد دارن، وضعیت سرجه که قبولش کنه اگر هم انجمن ساختار وکالت‌های دولتی است. مثلا من چیزا میبرم با پرزیدنت کشور، البته ایشون میتونن ببینن هم پرزیدنت هر چی خلاصه براره اون خلاصه پرزیدنت وجود. ولی دو روز پیش از انجمن سید جعفر عثمان زاده با نشر مراجعتنامه تشکیل کننده های انجمن را گروه منفعتداری نامید که با سرداری شهباز ابرار و یلداش و عبدالجبار میخواهند انجمن غیرنوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را برگزار کنند. او گفته بود که هیچ گونه قرار انجمن را اعتراف نخواهد کرد. برگزاری انجمن غیرنوبتی حزب دموکرات تاجیکستان را جامعه سیاسی یک حادثه غیر انتظار نامیده. برخی ها گفتند که گروه‌های در نظام با وسیله‌ای که عثمان زاده را آورده بودند و همین وسیله ریاست نو تشکیل می‌کنند و سایه روشن‌های این کار بعداً آشکار می‌شود. برگزار نمودن انجمن و عوض مکان برگزاری آن نیز از آن گواهی می‌دهد که گروه تشبثکار کوشش کردند که تدریجاً با رعایت مقرر شده آیین‌نامه عمل کنند و به هدف رسند. اما جانب دیگر حقی دعوا را دارد طبق ترتیب مقرر شده و اگر او بعد دسترس شدن سندهای نهایی و حجت‌ها و از جمله قرارهای همین انجمن به چنین خلاصه آمد، پس طریق سود و غیره پیگیری میکند و در اون مورد سایه روشن‌های برگزاری انجمن شاید آشکار شود. حزب دموکرات تاجیکستان را که منتقدان آن را در اصل نه مخالف حکومت بلکه جانبدار آن مینامند، سید جعفر عثمان زاده از سال 2013 به این سو رهبری میکرد. او با نمایندگی از این حزب وکیل مجلس نمایندگان هم شد. شهباز ابرار هم اکنون رئیس تازه انتخاب این حزب ادعا میکند که برای بهتر کردن موقع حزب در جامعه سیاسی کشور تلاش میکنند. ما اصلا استقلال واقعی داریم. به همین خاطر یعنی که اون عنوانی که موندن ما جدا هستیم. ما موقع خودمانه داریم. یعنی که حزب آزادی. حزب دموکرات تاجیکستان که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌ها و فراکسی‌های گوناگون تقسیم شده است. سازمان‌های حامی آزادی بیان حکومت تاجیکستان را برای از بین بردن فضای آزاد سیاسی از کشور بیرون کردن نیروهای واقعاً اپوزیسیون مثل حزب نهضت اسلامی و ایجاد حزب‌های سیاسی اداره شونده به نام مخالف حکومت تنقید می‌کند. سرگئی شایگو از وظیفه وزیر مدافع روسیه برکنار و در حکومت نوی ولادیمیر پوتین او کاتب شورای امنیت روسیه تعیین شد و در این وظیفه نیکولای پاتروشف را عوض کرد. هر دو از جمله افراد خیلی نزدیک به رئیس جمهوری روسیه گفته می‌شوند. شام یکشنبه 12 مای ولادیمیر پوتین به شورای فدراسیون نامزدهای وزیران و راهبران اداره‌های را که مستقیما به پرزیدنت اطاعت می‌کنند پیشنهاد کرد. قریب همه راهبران این بلوک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگاه داشتند. پرزیدنت اندری بلاوسوف را که در حکومت قبلی معاون اولی نخست وزیر بود با عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرد. مقام نوی پاتروشف معلوم نیست، اما سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک معلوم می شود که او به چه وظیفه تعیین شده است. بغیر از کاتب شورای امنیت، همزمان شایگو معاون پوتین در کمیسیه کمپلکسی حربی صنعتی خواهد بود. همچنین راهبری خدماتی همکاری نظامی تکنیکی روسیه را به شایگو سپردند که از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده حالا به واسطه نهادی زیر نظارت پرزیدنت است. سرگئی شایگو را با پوتین نزدیک می‌سازند و یکی از مؤسسان حزب حاکم در روسیه واحد است که در دو دوره اولی ریاست جمهوریش نیروی اصلی جانبدار پوتین در پارلمان بود. اما شایگو میان فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت برای ناکامی‌های نظامی روسیه در حمله به اوکراین شدیداً انتقاد می‌شد. سرگئی شایگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع بود. ضبط کریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان وزیری او صورت گرفت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
13 مای سال 2005 شهر اندیجان ازبکستان شاهد خشونت‌های بی‌مثل شد. در پی اعتراض‌های گروهی ساکنان از حکم ناعادلانه صاحبکاران در یک دادگاه محلی صدها نفر به خیابان‌ها ریختند، ولی مقامات قدرتی آنها را هدفی تیر قرار دادند. مقامات گفتند در این حادثه ها 187 ولی به قول فعالان حقوق زیاد از 1000 نفر کشته شدند. هزارها نفر دیگر زندانی شدند. تنها بعد مرگ اسلام کریمов پرزیدنت سابق نماینده رسمی دادستانی کل ازبکستان گفت حکومت به خطا راه داد. 13 می سال 2016 در تاجیکستان مقام امبودسمن کودک تأسیس شد و رجب ماه بدرالدینова که بعدا نامش حبیب الله زاده شد به این مقام تعیین گردید. منقدان میگویند امبودسمن های تاجیک در رابطه با حوادث داغ جامعه مهر خاموشی به لب زدند، در حالی که باید در سرگه فعالیت های مربوط به دفاع از حقوق انسان باشند. در تاجیکستان تا امروز بسیاری ها بر اینند که به خاطر شفاف و برای جامعه دسترس شدن کاری وکالتداری حقوق انسان این ساختار باید از حکومت جدا و مستقل باشد. 13 می سال 2014 در یک تحقیقات بهداشتی سازمان جهانی تندرستی تاجیکستان را کشوری نامیدند که در آن استعمال مشروبات یا الکل در سطح پایین‌ترین در میان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد. محققان یک دلیل این تمایل را به میل بیشتری مردم به دین ربط می‌دهند. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 118 سومانی، 100 یورو به 1172 سومانی و 100 دلار به 1090 سومانی. این قربی رسمی است و در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را برایمان نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.